شمار زیادی از مردم استرالیا در اعتراض به سخنرانی پاپ بندیکت در زمینه رسوایی‌های مربوط به آزار و تجاوز جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک استرالیا امروز سیاست‌های پاپ را منسوخ و ارتجاعی و دیدگاه‌های او را تبعیض‌آمیز خواندند. این تظاهرات در پی عذرخواهی امروز پاپ از قربانیان تجاوز جنسی کلیسای کاتولیک صورت گرفته است. معترضان میگویند عذرخواهی و اظهار تعصب و شیطانی خواندن این اعمال توسط پاپ و مقام‌های کلیسای کاتولیک استرالیا تأثیری در وضعیت قربانیان آزار جنسی نداشته و کلیسا باید گام‌های مؤثرتری در زمینه جبران این صدمات بردارد. پاپ در سخنرانی امروز خود خطاب به مردم گفت: من از شما تقاضا می‌کنم با کلیسا همکاری کنید تا این روح شیطانی را از کلیسا دور سازیم. از همه قربانیان دلجویی خواهد شد و همه مرتکبین این اعمال شیطانی به دست عدالت سپرده خواهند شد. آنچه که در حال حاضر فوریت دارد ایجاد فضایی سالم و امن در کلیسا به ویژه برای جوانان است. گروه‌های مدافع قربانیان آزار جنسی کلیسا از پاپ خواستند به خاطر رفتار کلیسا با صدای بلند، صادقانه و در ملأ عام پوزش بخواهد و کاری کند تا جلوی احتمالات آتی را بگیرد. آنتونی فاستر و همسر او کریستین نیز از جمله کسانی هستند که برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش پاپ از بریتانیا به سیدنی سفر کردند. گفته می شود هر دو دختر آنها اما و کاترین هنگامی که دانش آموز دبستان بودند مورد تجاوز جنسی کشیش کلیسای ملبورن قرار گرفتند. اما که هرگز نتوانست صدمه روحی ناشی از این تجاوز را از یاد ببرد در سال جاری بر اثر خودکشی درگذشت و کاترین نیز شدیداً معتاد به مصرف مشروبات الکلی است. کشیش متجاوز هم 10 سال پیش در زندان درگذشت. فاستر پدر اما و کاترین در مصاحبه‌ای با تلویزیون استرالیا گفت: از اینکه پاپ عمیقاً ابراز تعصب کرده است خوشحالم، اما سرتاسر این هفته حاضر نشد به مسئله‌ای که برای ما تا این حد اهمیت دارد توجهی نشان دهد. این مسئولیت اوست تا اطمینان حاصل کند که همه مسئولان کلیساهایی را که مسئول به وجود آمدن این گرفتاری هستند موظف کند تا برای جبران این پیش آمد قربانیانشان را به طور عملی کمک کنند. جان مکنالی که خود یکی از قربانیان آزار جنسی کلیساست میگوید این مسئله در مورد وی گرچه 40 سال پیش اتفاق افتاده است، اما 40 سال است که هر روز باید بگذرد تا حال او اندکی بهتر از روز قبل شود. صدمات روحی ناشی از آزار جنسی نیاز به مراقبت و معالجه مداوم و قربانیان آن احتیاج به توجه و احترام دارند. گروه‌های دفاع از حقوق قربانیان تجاوزات جنسی میگویند تعداد کسانی که در استرالیا از ناحیه کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند سر به هزاران می‌گذارد، اما تنها تعداد کمی از آنها به دادگاه شکایت کردند. تاکنون بیش از 100 مورد جرائم جنسی در کلیسای کاتولیک توسط این گروه به ثبت رسیده است. نکته قابل توجه در جریان سفر پاپ به استرالیا و حضور هزاران نفر از زائران مذهبی از سراسر جهان تناقض آشکاری است که از یک سو با برپایی مراسم دعا و نیایش و از سوی دیگر با برپایی تظاهرات و اعتراضات غیر مذهبی به شکلی کاملا عریان نمایان است.